میخواهی بدانی آیا تو زنی صالحه هستی و یا نه؟ اگر شوهرت به خانه داخل شد، همه کار را پرتافته به پیشوازش نآمدی، با تبسم و چهره کشاده استقبالش نکردی، با سخنهای زیبا رنج و ماندگیش را سبک نکردی، پس بدان تو زنی صالحه نیستی. در مشکلهای زندگی با قناعت پهلویش یاریش ندادی، پس بدان تو زنی صالحه نیستی. اگر شوهرت از طعام دست تو نه بلکه از چایخانه ها خود را سیر کند و بیاید، پس تو زنی صالحه نیستی. اگر لباس شوهرت را ماشینه لباسشویی بشوید و طعامش را در مطعمها بخورد، پس همچون همسر بودن تو چی لازم؟ اگر شوهرت هنگام غضب یک کلمه بگوید ولی تو با 10 کلمه او را جواب بدهی، پس بدان تو زنی صالحه نیستی. مرد که مسئولیت زندگی بر دوش اوست، از صبح تا شام با چندین مشکلات ها روبرو شده، شام با عصبی خسته و جسمی مانده داخل می شود. اگر این حالت های او را نفهمیدی، به عصبش درمان و به جسمش آرامی نبخشیدی، پس تو زنی صالحه نیستی. اگر نظافت، پاکی و خوشبویی ها را تنها در روزهای توی خارج از خانه استعمال کردی، پس تو زنی صالحه نیستی. اگر سیری از خانه شوهرت و مادر، پدر و یا اپا و خواهرت فاش کردی، پس بدان تو زنی صالحه نیستی.